دوباره روی ابزار نوشتن کلیک میکنیم تا فرم برد و رسید باز بشه و یک برد و یا رسید دیگری ما به ثبت برسه. خب این بار ما رسید ما تست کنیم. فرض کنیم 25,000 افغانی توسط اه، شخصی به نام غلام رسول به حساب دفتر مرکزی چارج میشه. حالا اه، از این آپشن ها ما انتقال به حساب کار کردیم و نامشخص. حساب ندارد چیه؟ حساب ندارد فیلدیه که اه، یک پولی در دخل ما رسید و یا از دخل ما کم بشه، یعنی برد بشه، به حساب خاص هم انتقال پیدا نکنه. به طور مثال ما 100 افغانی خیرات میدیم یا پول سرایداری میپردازیم و دوست نداریم که در حساب او به ثبت برسه. بنابراین این فرم رو باز میکنیم، اطلاعاتی که لازمه رو درج میکنیم و روی فیلد حساب ندارد اه، کلیک میکنیم که تیک فعال بشه و ثبت میکنیم و این مبلغ فقط در روزنامه حل و فصل میشه و به حساب خاصی ارتباط نداره. اما فعلا چون این 25,000 افغانی غلام رسول آورده به حساب دفتر مرکزی، این دفتر مرکزی قرار بود برای ما دلار پرداخت کنند، اما آقای غلام رسول 25,000 افغانی آورده. بنابراین ما در روزنامه 25,000 افغانی ثبت میکنیم، اما دوست داریم به حساب غلام رسول، حساب دفتر مرکزی دلار ذخیره بشه به فی 71. خب ما اول 25,000 تبدیل به دلار میکنیم که حدود $352 میشه. حالا باید چه کار کنیم؟ ابتدا تیک انتقال به حساب میگذاریم و تغییر مقدار در حساب هم همزمان انتخاب میکنیم. با فشردن این دکمه این 25,000 در روزنامه ما ثبت شد و پنجره دیگری به نام انتقال به حساب باز میشه که میتونیم مبلغ را از این جگاه ما تغییر بدیم. چند دلار میشد؟ یک بار دیگه هم با هم حساب کنیم. 25,000 تقسیم بر 71 $352 میشه. بنابراین این 25,000 رو پاک میکنیم و $352 می نویسیم و تیک ثبت به حساب برم میگذاریم و روی دکمه انجام کلیک میکنیم. بنابراین $352 در حساب دفتر مرکزی چارت شد و در روزنامه ما 25,000 افغانی بود. کار ما با این صفحه تمامه و این میبندیم. بعد از اینکه تمام شد سیستم به آلارم انجام شده برای ما فعال میکنه و ما میفهمیم که کار ما با این قسمت تمام شده و همه چیز ثبت شده. نیاز نداره که دوباره ما اه، کاری انجام بدیم که این از اول ثبت بشه. در قسمت پایین یک آپشنی هست به نام ارسال به واتساپ. اگر ما دوست داشته باشیم بعد از انجام برد و یا رسید او مبلغ و جزئیات به واتساپ شخص هم ارسال بشه، میشه که ما این تیکر فعال کنیم و بعد از اینکه در حساب او و در روزنامه ثبت شد یک پنجره فعال بشه و در واتساپ انتقال پیدا کنه. البته ابزاری هم در اینجا داره به نام ارسال پیام که لوگوی واتساپ هم داره. میشه که ما در رکورد قرار بگیریم، بعد روی ارسال پیام کلیک بکنیم تا از ابزار انتقال ای برد و یا رسید در واتساپ استفاده کنیم. به طور مثال ای 15,000 افغانی ما دوست داریم گزارش بدیم. بنابراین در ردیف یک قرار میگیریم و روی ارسال پیام کلیک میکنیم، این صفحه باز میشه. میتونیم از اینجا مشخص کنیم که ای چی بوده، رسید بوده، به حساب کی، به حساب محمد چقدر، 15,000 افغانی. حالا روی ارسال به واتساپ کلیک میکنیم و سیستم شروع به کار میکنه. نظر به سرعت اینترنت و نظر به ای که چقدر سیستم ما سرعت داره، سیستم کامپیوتری ما این برنامه کار میکنه. چون اینترنت فعلا قطع، واتساپ باز نمیکنه و تنها لودینگ میکنه. دکمه های بعدی که در اینجا وجود داره دکمه داشبورده که روی کلیک میکنیم ما به صفحه داشبورد و صفحه اول سیستم رجعت میده. دوباره وارد روزنامچه میشین. اگر روی حساب ها کلیک بکنیم در لیست حساب ها وارد میشیم و اگر قرار باشه دنبال واژه خاصی در جدول روزنامچه بگردیم روی جستجو کلیک میکنیم و واژه خور تایپ میکنیم. به طور مثال مرکزی. وقتی تایپ میکنم و اینتر کلیک میکنم بقیه ردیف ها محو میشن، هاید میشن و
فقط ردیف برای ما در حالت نمایش قرار میگیره که واژه مرکزی در او وجود داشته باشه. مثلا ردیف سوم که دفتر مرکزی در او وجود داره. حالا دوست دارم پس به حالت اول بازگرده، روی بازگرد کلیک میکنم و ردیف های دیگر از حالت مخفی پس بیرون میشن. در قسمت بعدی ما دکمه صافیر داریم که اگر روی کلیک بکنیم این حالت صافی یا حالت فیلتر داره. ما دوست داریم تمام برد و رسیدهای ببینیم که به واحد پول افغانی بدن. بنابراین روی افغانی کلیک میکنیم و دکمه فیلتر که اینجی هست انتخاب میکنیم. او برد و رسیدهایی که جز از واحد افغانی باشه در حالت مخفی قرار میده و فقط اونایی نشان میده که واحد پول افغانی باشه. حالا پس میشه بازگرد در کلیک بکنیم و اونا بیاین. اگر دوست داشته باشیم تنها رسیدار و یا تنها بردار، حتی تنها واحد پول دلار یا خلاصه هر جزئیاتی که دوست داشتیم فیلتر کنیم و در حالت صافی قرار بدیم، میشه که ما از این قسمت استفاده کنیم و روزنامچه خود مدیریت کنیم. گاهی هم هست که صفحه روزنامچه ما خورد و یا این رقم بزرگ میشه که ما رو دکمه بزرگ نمایی کلیک بکنیم و رو دکمه اوکی فش کلیک کنیم. بعد از او سایز روزنامچه نظر به اسکرین کامپیوتر ما ارنج میشه. اگر رو از این کلیک میکنیم در این فرم یک مقدار پیشفرض که 121 به حالت اتومات قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی 121 درجه زوم که بشه این صفحه روزنامچه نظر به اسکرینه که فعلا ما از استفاده میکنیم کاملا تنظیم و ارنج میشه. اگر رو از این تغییرات بیاریم باعث میشه که بزرگ نمایی تغییر بیاره که یا کوچک بشه یا بزرگ باشه. خب 121 پس با حالت قبلی باز میگردیم و ارسال پیام قبلا گفتیم. حالا یک ابزار به نام اصلاح سازی داریم. به طور مثال قبلا گفتم که $1000 در حساب احمد محمدی به حالت بلا تکلیف قرار داره. یعنی در روزنامچه $1000 برد شده اما مشخص نیست که آیا به حساب احمد محمدی انتقال پیدا کنه یا حساب دیگره، یا حتی این اشتباهه یا صحیحه. بنابراین روی رکورد قرار میگیریم، فرق نداره که در کدوستون باشه، مهم اینه که در ردیف شماره 2 باشیم. در یکی از این فیلد ها به طور مثال روی احمد محمدی قرار میگیریم و اصلاح سازی کلیک میکنیم. این صفحه برای ما نمایش پیدا میکنه. از این قسمت میشه که ما اصلاح کنیم. به طور مثال اگر این برد نبوده، اشتباها برد شده، از این قسمت میشه که ما رسید انتخاب کنیم. یا اگر واحد پولی اشتباه شده باشه، از این قسمت میشه که ما دوباره ویرایش کنیم یا همچنین شرح رو ویرایش کنیم. به طور مثال من از اول این برد بود و رسید انتخاب کردم. شرح یارم مقیم جان می نویسم. مبلغ یارم به جای $1000 $1000 تغییر میدم. حالا ویرایش در روزنامچه انتخاب میکنم و روی انجام کلیک میکنم. با بستن این صفحه میبینم که این رکورد دوم از برد به رسید تغییر کرد و همچنین واحد پول از دلار به افغانی و یا برعکس. میشه که رسید تبدیل به برد کنم، $1000 تبدیل به $1000 بکنم. حالا اگر روی ثبت به حساب کلیک کنم، این $1000 در حساب احمد محمدی برد میشه با پیگیری J22. خب میگه ردیف 2 در حساب احمد محمدی ثبت شد و کار ما در این قسمت تمام میشه که این قسمت رو بسته کنیم. خب آپشنات دیگه هم داره که باز هر کدوم رو به جزئیات در یک ویدیو جداگانه آموزش میدیم. زمانی که کار ما با روزنامچه تمام شد میشه که با فشار دادن دکمه روز جدید این روز رو بسته کنیم و روز جدیدی را آغاز کنیم که جدول روزنامچه کاملا خالی شده باشه. یعنی در این جدول فعلا 3 رکورد داریم، اما بعد از فشار دادن روز جدید و انتخاب گزینه بله میشه که ما کلا روزنامچه خود صفر کنیم و در دیتابیس اینا ذخیره بشه و روزنامچه آماده به ثبت یک روز جدید باشه. همچنین اگر با کلیک کردن روی این متن روزنامچه که در بلند صفحه مشاهده میکنیم میتونیم که ما جزئیات روزنامچه امروز خود بررسی کنیم. به طور مثال موجودی دیروز ما افغانی 18500 افغانی بوده
و جمله 41,000 افغانی رسید شده که 18,500 از جمع 41,000 کنیم 59,500 میشه. جمله رسیده امروز ما و هیچ بردی نداشتیم، بنابراین موجودی فیلم باید 59,500 افغانی نقد باشه. همچنین روی دلار و بقیه اسعار هم میشه که با همین حالت بررسی کنیم. حالا یک برد را ما بنویسیم که در او قسمت واضح‌تر بفهمیم که او بخش به چی درده میخوره. به طور مثال ما می نویسیم 7,000 افغانی توسط رامز از حساب شخصی برد شده و انتقال به حساب همچنین بده. بعد از اینکه در حساب ثبت شد، حالا پنجره رو می‌بندیم چون کار ما با این قسمت تمامه. روی متن روزنامچه کلیک میکنیم و این پنجره میبینیم که مجموع بردهای امروز ما 7,000 چون ما یک رکورد برد داریم. بنابراین کار ما با روزنامچه تمام شده و روی روز جدید کلیک میکنیم. با فشار دادن دکمه بله سیستم در حال عملیات قرار میگیره و روزنامچه امروز ما با اطلاعات در دیتابیس انتقال میده. روزنامه ما کمی خورد شد، روی بزرگنمایی کلیک میکنیم. با مقدار 121 اوکی فشار میدیم چون دوست داریم که به حالت کل صفحه بزرگنمایی بشه و ارنج بشه.